سیوم اکتبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در دهه زرکمر دهاتی به نام جوره رحمانوی شهر ترسونزاده بنای سردخانه خواجگی دهقانی حاجی کمال را مورد استفاده قرار دادند. سردخانه در پرتو دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امومالی رحمان بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب رهبر خواجگی دهقانی حاجی کمال عارف کمالوف در مساحت 0.30 گکتار زمین بنیاد کرده شده است. انشاءات مذکور با تکنولوژی معاصر از جمله یخدان‌های زمانوی مجهز گردانده شده برای نگهداری 1000 تن میوه و سبزیجات پیش بینی گردیده است. دستگاه و تجهیزات ضروری که برای معتدل نگاه داشتن حرارت داخلی سردخانه نصب کرده شده اند امکانیت می‌دهد که میوه و سبزیجات و دیگر محصولات کشاورزی به تلف نگهداری گردد. با پرزیدنت مملکت محترم امومالی رحمان اطلاع داده شد که خواجگی دهقانی حاجی کمال 500 گکتار باغ انگور دارد و میوه جمع‌آوری گردیده در سردخانه نوبنیاد زمانوی جای کرده می شود. تنها در خواجگی دهقانی حاجی کمال در یک سال 15000 تن انگور خوش‌صفت جمع‌آوری کرده می شود. باغداران خواجگی انگور را اساساً به فدراسیون روسیه، قزاقستان، پاکستان و دیگر کشورها صادرات می‌نمایند. خواجگی امکانیت در سردخانه نگاه داشتن تا 4000 تن انگور را دارد. تجربه بای و غنی پرورش خاص انگور از افضلیت‌های تاک‌پروران خواجگی مذکور به شمار رفته آنها برای افزایش دادن حجم استحصال میوه و ذخیره آن تدبیرهای سری وقتی می‌اندیشند. سردخانه نو دارای انبارهای علاهیده بوده در هر یکی آن امکان گنجاندن تا 100 تن مال و محصولات موجود است. عین زمان در خواجگی دهقانی حاجی کمال شهر ترسونزاده 6 نوع انگور اعلی‌صفتی در بازار داخل و خارج سرطلبات پرورش می‌یابد. پرزیدنت مملکت با شرایط و تکنولوژی سردخانه شناس شده بنیاد آن را جهت بی‌تلف نگاه داشتن میوه و سبزیجات به خصوص انگور و در تمام فصل سال تامین نمودن فراوانی بازار استعمالی با محصولات تر و تازه کشاورزی از جهت اکولوژی تازه استحصال وطنی مهم و ضروری ارزیابی نمودند. ساخته به استفاده دادن سردخانه نو و زمانوی در شهر ترسونزاده امکان فراهم می‌آورد که محصولات استحصال کرده کشاورزان در شرایط مساعد نگهداری و ذخیره گردد. سرور دولت محترم امومالی رحمان در دهاتی به نام جوره رحمانوی شهر ترسونزاده با لایحه بنیاد سردخانه‌های در آینده ساخته شونده شناس گردیدند. ضمن معرفی لایحه تاکید کرده شد که تنها در دهاتی مذکور برای بنیاد سردخانه‌های نو زیاده از 2 گکتار زمین جدا گردیده است. بعد ساخته به استفاده دادن سردخانه زمانوی برای نگهداری 7000 تن محصولات شرایط مهیا کرده خواهد شد. امروز با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در شهر ترسونزاده یک سردخانه به استفاده داده شد. سردخانه برای نگهداری محصولات کشاورزی پیش بینی شده است. در آینده در همین موضع 7 سردخانه بنیاد کرده می شود. لایحه انشاءات مذکور از طرف کارخانه واحد دولتی لایحه‌کشی آماده شده است. پیشوای ملت محترم امومالی رحمان با راهبران خواجگی‌های دهقانی و باغ و تاک‌پروران صحبت صمیمی نموده با نظرداشت وضعیت امروزه جهان تامین رشد ساحه کشاورزی ثمرناک استفاده بردن هر پارچه زمین و گرفتن چند حاصل از یک زمین را عامل اساسی تامین بازارهای مملکت با محصولات خودی مهم ارزیابی کردند. مسئولین وظیفه‌دار شدند که برای ذخیره محصولات کشاورزی از فعالیت چنین سردخانه‌های زمانوی ثمرناک استفاده برده در همه فصل‌های سال امنیت آذوقه‌واری مملکت را تامین نمایند. حالا در شهر ترسونزاده 62 سردخانه موجود است که در آنها بیشتر از 20000 تن میوه و دیگر محصولات کشاورزی ذخیره و نگهداری می‌گردد. این عامل امکانات ذخیره و بی‌تلف نگهداری محصولات کشاورزی را تامین می‌نماید. مورد ذکر است که در شهر ترسونزاده در آینده باید برای ذخیره و نگهداری 100,000 تن محصولات کشاورزی مخصوصاً انگور سردخانه‌های معاصر بنیاد کرده شود.